الهی به امید تو. به 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 به. سلام علیکم. سلام سلام. الهی شکر. سلام سلام سلام. چقدر ماشاءالله همه سرخیز. الهی شکر. سلام خانم مسیح، خانم آسنا، خانم شهرزاد عزیز، خانم لیلای عزیز، خانم پاداش ما، خانم ففه. الهی شکر. خانم زهرا، درود بر شما. خانم گیسو، خانم تورجی عزیز، خانم ادمیرا. الهی شکر. الهی شکر. به خانم ارجمند، خانم پارسه. صبح زیبای پاییزیتون بخیر. چقدر امروز هوا جذاب بود، در عین سرد بودن بسیار جذاب و میدونید دیگه من عاشق پاییزم. خیلی عالی. درود به همتون. چی نوشتم؟ سلام استاد، دیروز تو لایو آقای بودم، کلا یه ساعتشان در مورد خودشون صحبت میکردن، در مورد شما بعد میگفتن. چقدر آموزهای شما خوبه. من اول کامنتتون رو با احترام پاک کنم. خواهش میکنم تو لایف های من در مورد شخص دیگه صحبت نکنید. همه برای من عزیز و قابل احترامن و من ترجیح میدم وارد حواشی نشم. هر کسی استراتژی داره دیگه. ممکنه که دوستان دیگه دنبال حواشی باشن، دنبال در واقع خراب کردن این اون باشن. من ترجیحم اینه که تمرکزم رو آموزش باشه و هر آن چیزی که بلدم رو بهتون انتقال بدم. اینجا عشق و نور الهی جاری باشه بهتره تا در مورد کسی دیگه صحبت بشه. هر کسی تو زمین خودشه و هر کسی مسئول کارهای خودشه. من ترجیح میدم حواسم به خودم باشه. نمیشتم من اولین بار تونستم بیام تو لایو، باعث افتخار منه. به به حامد جان عزیزم، رفیق درجه‌ای که من، مرد ما. نوشتن 4 جلسه قبل کی برگزار شده؟ هر روز ساعت 9. خانم حشمت عزیز، به به به. مربی شما یه دونه ای مثل دوره هاتون که تکه. قربونتون برم. سلام، صبحتون بخیر. به 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 به. چشم بچه‌ها، چشم. بابت انرژی فوق‌العاده‌تون ممنون. زنده باشین. راجع به جذب مشتری میشه توضیح بدیم؟ بله، تو روزهای آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ترجیح همین بود که مستقیم نرم سراغ جذب مشتری و بیس و ریشه های در واقع مشتری رو بررسی کنیم، چون اصلا اصل موضوع جای دیگه است. خب من اسلاید رو بیارم اول، بعد با عشق شروع میکنیم. سلام سلام سلام. سلام علیکم. سلام علیکم. استاد من با شما تو سمینار تیک تایم ایونت آشنا شدم. واقعا درجه 1 و عالی هستین. زنده باشید. سمینار بزرگ 2700 نفره که رکورد بود برای اولین بار در تاریخ صنعت زیبایی. اولین کنسرت سمینار رو ما گذاشتیم با حضور آقای تلیسچی و رکوردیه که ثبت شد تو تاریخ صنعت زیبایی. هر شب میخوابم به امید لایو صبح و صحبت گرونتون. قربونتون برم. من چقدر خوش انرژیت همتون. شما سمینار نمیذارید چرا؟ انشالله به زودی. خب من کامنت ها رو میبندم دیگه. طبق روال این چند روز ازتون خواهش میکنم که این دکمه رو بزنید، ارسال کنید دیگه. خیلی تکراری صحبت ها، ولی خیلی از افراد
تو این چند روز که با پشتیبان ها در ارتباط بودم، میدونید دیگه بالای 1000 نفر وارد پشتیبانی شدن داخل تلگرام، با بچهای ما در ارتباطن و یه چیزی رو خیلی از بابتش خوشحالم، بابت اینکه خیلی ها میگن که ما تو دوره های مختلف شرکت کردیم، پول دادیم، فقط حرف علکی شنیدیم، نه پشتیبانی دارن. یه موضوع رو همین اول بگم، تو هر دوره خاصی شرکت کنید اولین چیزی که ازشون بپرسید اینه که پشتیبان دارید یا نه، چون اصل موضوع پشتیبانی هستش. و حرف قشنگو که خب اگه بحث خدمت میگم، من 30 روز قرار لایو بذارم، هر روز موضوعات رو بهتون میگم، ولی اصل موضوع تو پشتیبانی اتفاق میفته. اینکه شما این آموزه ها رو بخواید عمل کنید پشتیبان نداشته باشید، خب قطعا امکانش نیست. و خوشحالم که این اتفاق رو تونستم رقم بزنم تو صنعت زیبایی به صورت کاملا رایگان. 1 ماه پشتیبانی داریم و خیلی‌ها تو پشتیبانی برای اولین بار بود یه همچین آموزه هایی میدیدم و خیلی جالبه. خیلی گارد داشتن نسبت به بیزنس کوچ ها، اینقدر بیزنس کوچ های مختلف اومدن از خودشون فقط تعریف کردن، من اینم من اونم، آموزه‌ای ندادن، صحبت ها تکراری بوده که بدبین شده بودن. ولی خب تو این چند روز به لطف شماها، به خاطر شیر لایف ها که شیرهای زیادی هم داشته، خب دیروز لایو ما بالای 20000 تا بازدید داشتش. خب عدد عجیبیه و میبینم که نور امید داره زنده میشه تو دل از خیلی از افراد و قطعا فقط این انرژی به من بر نمیگره، به شما هم برمیگره که منجر به این اتفاق و این در واقع روند مثبت هستید. ازتون خواهش میکنم اگر امکانش هست، اگر دوست دارین این انرژی در جریان باشه، این موشک رو بزنید، دکمه شیر رو بزنید، هر کی که تو لیست میاد رو سلکت کنید، ارسال کنید. مطمئنن که این تأثیری که تو زندگیشون میذارید به زندگی خودتون هم برمیگردن. خانم بانو خلیلی ما، به 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 به، مربی، با این که امروز کارآموز داشتم 2 ساعت کلاس رو به تعویق انداختم تا امروز بتونم تو لایوتون باشم، باعث افتخار من. خانم حشمت از بچهای شماره 1 نوشتن مربی جالبه که من تو تراکتام خوب داره جواب میده، مشتری قدیمم که گم کرده بودم الان پیدا کردم، زنگ بزنم. الهی شکر، الهی شکر. خانم زهرا حسینی نوشتن واقعا عالی بود، 2700 نفر همکار همه با هم درجه کای ایران آشنا شدن، به امید روزی که خودم شماره 1 بشم. قطعا همینطوره. اصلا اون سمینار که خیلی عجیب بود، تا حالا تو صنعت زیبایی اتفاق نیفتاده بود که هم کنسرت باشه، هم سمینار باشه، هم 2700 نفر باشن، هم 400 تا از شماره 1 های ایران دور هم جمع بشن و خیلی عجیب بود و رکورد رو ما زدیم که دیگه راحت شد. بعد از اون در مورد اعتماد به نفسم صحبت میکنم. سلام اسطوره، سلام علیکم، قربونتون برم. من این لقبا رو من زیاد دوست ندارم. به نظر من کسی که بزرگ باشه، کلا آدم بزرگ، در مورد بزرگیش صحبت نمیکنه. خب خیلی عالی، میریم سراغ بچه‌ها. یه موضوعی دیروز که ما تمرین داده بودیم، بچه‌ها اشتباه متوجه شده بودن. این تمرین روز قبله، یه توضیح میدم بعد میرم سراغ شروع لایو امروز. امروز در مورد روانشناسی مشتری میخوایم صحبت کنیم، اما این چالشی بود که دیروز خیلی ها اشتباه انجامش داده بودن. دیروز در رابطه با شناخت مشتری صحبت کردم و گفتم که اگر شما مشتریاتون رو نشناسین، این میمونه که وارد جمعی شدید که نمیشناسیدشون، با کلمات در واقع آشنای اون صنعت، اون جمع نمیتونید باشون صحبت کنید، بعد چی میشه؟ نمیپذیرنتون. در مورد اینا صحبت کردیم، گفتیم حالا چه جوری باید مشتری‌ها رو بشناسیم. مشتری اگر آرایشگر قدیمی هستید، اگر آرایشگر جدید هستید، همه اینا رو گفتیم. و تمرینی که داده بودم در مورد پرسونا بود. اولین قدم برای جذب مشتری، تبلیغات، تولید محتوا، هر اتفاقی، حتی دیزاین سالن، حتی کاراکترتون، اینه که پرسوناتون رو بشناسید. پرسونا چی بود؟ در واقع شناخت مشتری ها، بازار هدفتون. فرم داره که تو این اصلا این اطلاعات بازاریابیه، از کسی این برداشت نشده. این اطلاعات بازاریابی تو همین کتابای بازاریابی هم هست، هر اطلاعاتی هم من میدم و همه همکاران میدیم، منبعش کتاب‌های بازاریابیه. یعنی هیچ رفرنس آدمی تو ایران وجود نداره، همه هر کی هر چی داره میگه از کتاب‌های روانشناسی و بازاریابی مختلفی که جمع آوری شده. تو پرسونا شما باید سن حدودی مشتریاتون رو در بیارید. نوشته سن، بچه‌ها سن خودشون رو نوشته بودن شغل میکرو.
اشتباهه، این اشتباه متوجه شده بودین. سن حدودی مشتریاتون، شغل‌های مثلا 3 تا پرسونال می‌نویسید سن پزشکایی که عموما از خدمات من استفاده میکنن بین این بازه تا این بازه است. شغلشون مثلا پزشک، محل زندگیشون عموما تو کدوم منطقه از در واقع محل سالن شماست، کار شماست. حالا اگر نمیدونید حدودی میزنید که بعداً بر اساس دیتاهایی که دارید اینو آپدیت کنید. اگر هم میدونید که میزنید. علایقشون اینجا مهمه، اینجا خیلی مهمه. علایقشون ما رو از کجا بفهمیم علایقشون چیه؟ باشون بیرون برید، در ارتباط باشید، صمیمیتر بشید، پرسشنامه انتخاب کنید، یعنی فرم آماده کنید، انقدر باهاشون جلسات مختلف رو بذارید که در واقع بشناسیدشون. حتی یه چیز جالب که بهتون بگم، 2 تا کلمه اختصاصی از اون صنعت رو اگر متوجه بشید وقتی به کار میبرید، صحبتاتون تاثیرگذارتر خواهد بود. مثلا من تو صنعت زیبایی وقتی قشنگ، چون خیلی سالهای زیادیه که با اکثر شماره‌ها در لاین‌های مختلف، در استان‌های مختلف در سراسر کشور کار کردم، دیگه حتی کلمات اختصاصی لاین‌های مختلف رو هم میدونم، ابزارهاش رو میشناسم، وسایل رو میشناسم. اینجا که میشناسم راحت‌تر میتونم صحبت کنم، حرف من رو آرایشگر راحت‌تر متوجه میشن. اما اگر بیام کلی صحبت کنم که متوجه نمیشن یا جدی نمیگیرن داستان رو. شما هم همینه، اگر دسته پزشکا، کارمندها، خانم‌های خانه‌دار، هر دسته دانشجو انتخاب کردید، با کلمات اختصاصی خودشون باید صحبت کنید. علایقشون چیه؟ چیز به ذوقشون میاره؟ از کجا بفهمیم؟ مربی گفتم، یا استوری بذارید بپرسید، یا تو پست بپرسید، یا حضوری که میان بپرسید، یا باشون صمیمی بشید، باشون برید بیرون تا میتونید بعد به مخاطب هدفتون نزدیک بشید که بفهمید صبح با چه دغدغه‌ای بلند میشه، شب با چه دغدغه‌ای میخوابه. خیلی مهمه. میزان درآمدشون، یک رنجی میزنید بر اساس میزان درآمد پرسوناتون، بر اساس میزان درآمد مخاطبین هدفتون تعیین میشه که اونها چقدر میتونن هزینه به شما بدن، تخفیفاتتون چه جوری باشه، تخفیفاتتون چه روزی در ماه باشه، علایقشون به کدوم سمته و شما تو کدوم پیج ها باید تبلیغ بدید. همه اینها از شناخت مشتری میاد. یعنی این جلسه خیلی مهم بود. اگر ندیدید حتما برید لایو 3 رو که ذخیره کردم ببینید. و از همه مهمتر مشکلات، نیازها و دغدغه‌هاشون. وقتی که شما دست میذاری رو درد مشتری، ببینید خدماتی که ما تو سالن ها ارائه میدیم یا برای کاهش درد یا افزایش لذت، دوباره این هم تو همه کتاب‌های بازاریابی اومده، یا برای افزایش لذت یا برای کاهش درد. یعنی شما یک خدماتتون باید ببینید که تو کدوم دسته است. مثلا شخصی که میاد فشال میکنه عموما برای افزایش لذته، برای اینکه حالش با صورتش بهتر بشه. کسی که لباش دیگه سیاه کبود ترکیده برای کاهش درد میاد. یه خانومی که خیلی مثلا مصرف سیگارش بالاست، طبیعیه که جذاب نیست اون رنگ لب رو صورتش، مجبوره برای کاهش دردش. یا کسی که مثلا شوره داره، ریزش سر داره، ریزش مو داره، اسکالپ خب دغدغش نیازشه، ولی کلمه اسکالپ اصلا نمیدونه چی کار میکنه. پس چه اتفاقی میفته؟ اینجا باید شما دغدغه‌هاشون رو بشناسید، دست میذارید رو دغدغه‌شون، در نهایت خدماتتون رو معرفی میکنید. و در نهایت گفتم وقتی اینا رو نوشید، مثلا برای پزشکا یه پرسونا می‌نویسید، برای کارمندا یه پرسونا، برای پزشکا، خانم‌های خانه‌دار و کار و دانشجوها یه پرسونا، 3 تا پرسونا، 4 تا پرسونا می‌نویسید. و از همه مهمتر 2 تا سوال مهم: این مشتری‌ها حالا کجان؟ تو کدوم پیجان؟ تو منطقه کجان؟ و چه اقداماتی برای جذب این مشتری‌ها باید انجام بدم؟ چیکار کنم که این مشتری‌ها من انتخاب کنم؟ اوکی، من الان میگم که شغل پزشکن، میزان درآمد مثلا 500 میلیون در ماه. آیا اون 500 میلیون من انتخاب میکنه؟ اینجا بیزینس شروع میشه. تا الان غیر از این همش خاله بازی بوده. خب این برای روز 3 بود که بچه‌ها اشتباه متوجه شده بودن. میریم سراغ روز 4. نه این نیستش. روز 4 بله، سیو نکردم فکر کنم. خب خیلی عالی.
حالا که ما مشتری هامون رو شناختیم، وقت روانشناسی مشتریه. اونجا اون منظور از اون شناخت چیه؟ یعنی که بدونید کدوم دسته اصل مشتریای شما وقتی یک دسته رو میگیرید، میرید سراغ دسته بعدی، میرید سراغ دسته بعدی، میرید سراغ دسته بعدی، تازه میتونید بعد از 2-3 تا دسته به کل بازار فکر کنید. ولی اولش چون خب تازه شروع کردید، یه شخصی تو منطقه‌تون که کل منطقه رو گرفته، سخته یهو برید با اون رقابت کنید. تیکه 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 شروع میکنید، یهو کل بازار رو میگیرید. بعد از اینکه متوجه شدید کدوم دسته اصلی مشتریان شما، میرید سراغ روانشناسی مشتری. در دوران رقابت‌های سنگین برای لمس کارت مشتری، شما باید قلب مشتری رو لمس کنید. چقدر این جمله تکمیله، چقدر این جمله همه چیزه. همه دارن تلاش میکنن کارت مشتری رو از جیبش در بیارن، دست بزنن به کارت مشتری. شما دست بزنید به قلب مشتری. مشتری هم خدا رو شکر باهوش شدن. همین الان مثلا دایرکت من نشون میده مخاطبای ما خیلی باهوشتر از پارسال پیارسال شدن، تحلیل میکنن. قطعا مخاطبای شما هم همینطور. هر چی جلوتر میره مخاطبها خب به لحاظ آموزه های اجتماعی و سوشال و سایت و یوتیوب آگاهیشون بیشتر میشه، دیگه نمیشه با حرف الکی گولشون زد. پس در دوران رقابت های سنگین برای لمس کارت مشتری، شما قلب مشتری رو لمس کنید. یعنی یه کاری کنید که مشتری حس کنه که شما قرار بهش خدمت کنید. اگر هم پولی قرار بگیرید که طبیعیه، خب بالاخره ما هممون برای پولی داریم کار میکنیم، امکان نداره کسی بگی که نه من فقط میخوام خدمت کنم. خب پول خودت از کجا میخوای بیاری؟ قطعاً که بیزنس نیاز به درآمد داره، نیاز به هزینه کردن داره، تبلیغات نیاز داره، ریدیزاین نیاز داره، پرسنل رو باید آپدیت کنید، خودتون باید آپدیت بشید. ولی هدف صرفاً پول درآوردن نباید باشه. قطعاً الان منی که دارم 30 روز لایو میذارم، یک دوره‌ای دارم به اسم دوره شماره 1 که 9 ماه شبانه روز من، کوچ هامون، پشتیبان هامون، ناظران پیج، منتور هامون 9 ماه شبانه روز با همین. قیمتش هم 150 میلیونه و قطعاً اون 100 نفری که قرار وارد دوره دوم شماره 1 بشن خیلی باید از فیلترهای سنگین عبور کنن، چون من خیلی حساسم. ولی اون میشه درآمدزایی من، این میشه خدمت من. وسطش رو نمیگیرم، قیمت کم میگیرم هر روز بگم پول بریزید، پشتیبان نداشته باشم و وقت مخاطب رو تلف کنم. میدونید مشخصه. شما هم همینطور باید باشین. یعنی مخاطب باید حس کنه که شما صرفاً به فکر جیب مشتری نیستین. یعنی عذرخواهی میکنم، به فکر پول گرفتن از مشتری نیستید، اتفاقا به فکر جیبشین که زیاد از جیبش هزینه نشه، کاربردی هزینه بشه. وقتی مخاطب این رو متوجه بشه، خب کی بعدش میاد که زیباتر بشه؟ اصلا کار خانم ها میدونید دیگه، صنعت زیبایی جزء 3 صنعت پولساز ایرانه. ولی مهم اینه که بتونید این رو به مخاطب القا کنید. حالا لایو امروز رو خیلی کوتاه میخوام کنم، چون دیروز خیلی طول کشید. میخوام خیلی کوتاه کنم که به کاراتون برسید. فقط کد امروز رو دریافت کنید، برنامه امروز رو دریافت کنید که خیلی هم مهمه بچه‌ها. برنامه امروز در مورد روانشناسی، مطمئنم خیلی بهش توجه نکرده بود. پس در دوران رقابت‌های سنگین برای لمس کارت مشتری، شما قلب مشتری رو لمس کنید. مربی از کجا متوجه بشین؟ از کجا شروع کنیم؟ مرحله اول مرحله شناخت مشتری بود. حالا که مشتری‌ها رو شناختید، میدونید که الان اصل کارتون با پزشک است. حالا بر اساس روانشناسی برخورد با هر فردی، با هر گروهی، با هر دسته‌ای، با هر اخلاقی، باید به جذب بیشتر و حفظ مشتری کمک کنید. یعنی چی؟ یعنی قطعا کسی که سنش کمتره، تینیجر، باید با اون یه مدل رفتار بشه. با کسی که اونقه، خیلی در واقع قانون مداره، خیلی منظم، خیلی آدم درونگرایی یا خیلی اصطلاحاً اساقور داده است، یه مدل. با کسی که خیلی شوخه، یه مدل. ببینید روانشناسی مشتری این رو میگه که وقتی شما با همه یه تیپ باشین، مخاطب یه دسته از مخاطبا رو از دست میدید. چون مخاطب برونگرای یه دسته، یه مشتری اومده خیلی برونگرای، میخواد بگه که زهرا جون دیروز اینجوری شد، چند روز دیگه تولدم، میخواد با ذوق تعریف کنه شما اینجورید. خب
میدونید بهش برمیخوره. برعکس شما برونگرایید برای کسی که درونگرایه، نشسته اینجوری خجالتی تو خودشه، حالا اعصابش خورده تو دوران PMS، حالش کلا خوب نیست. حالا شما آره دیروز یه مشتری اومده بود فلان فلان فلان، شروع میکنید صحبت، اذیتش میکنه، میگه ای بابا این چقدر صحبت میکنه، من الان حوصله ندارم. خب چند مدل روانشناسی ما داریم تو جهان که راحت ترینش و بهترینش 3 مدله: مدل دیسک، مدل MBTI و مدل آنیاگرام. این 3 تا رو بنویسین: دیسک، MBTI، آنیاگرام. که یکی از تمارینتون تو فردا اینه که 2 تا تست رو حداقل بزنید. دیسک رو بزنید، میرید تو گوگل سرچ میکنید تست دیسک، کاملا رایگانه. تستش رو میزنید. اول از همه کسی که میخواد بقیه رو بشناسه باید خودش رو بشناسه. کامل شخصیتتون رو آنالیز میکنه که شما بر اساس سوالاتی که میپرسه شما کی هستی، چه خصوصیاتی دارید، نقطه ضعف ها، نقطه قوت ها رو میگه. و من همیشه به بچهای خودم تاکید میکنم، بچهای دوره شماره 1 میگم که بچه‌ها اون نقطه ضعف ها رو بپذیرین. اولین مرحله تغییر این که بپذیرم آقا من آدم مغروری هستم، من آدم بی‌نظمی هستم، من آدم در واقع کم صبری هستم، من آدمی هستم که پشت کار ندارم. اینا رو میزنه. تمرکز حواس ندارم، چالش های من زود عصبی میشم، قرقروام، زمین و زمان گیر میدم. اینا رو میپذیرم. این لیست رو گام اول میرم برای اصلاحش، تو گام دوم میرم سراغ حالا نقطه قوت هایی که هست تثبیتش میکنم، یه کار میکنم که بیشتر بشه تو من. حالا اولین مرحله اینه که شما تست رو بزنید، هم دیسک هم آنیاگرام. تا فردا قبل از کلاس بعدی حتما این رو بزنید، حتما، که با اول از همه خودتون آشنا بشید. بعد میریم سراغ مشتری ها. حالا شما باید خود دیسک رو یاد بگیرید. مثلا من چند موردش رو نوشتم. دیسک از 4 تا حرف تشکیل شد: DISC. نه اسخای میکنم، DISC. خب DISC دیسک. دی اول از دیسک کسی که حالا من تستی که زدم خودم آیدی ام، یعنی ترکیب 2 تا بخشم. دی کسایی که تو حوزه دیان نتیجه گران، بیشتر رقابتی هن، خیلی دخترهای خودساخته ای هن. وقتی شما بدونید که فردی که اومده تو سالن دیه، تو همون چند دقیقه اول میتونید آنالیزش کنید بر اساس مدل رفتار و زبان و بدن و صحبتاش. وقتی که میبینید دیه تو حوزه دی هست، تو قسمت دی هست، DISC دی، وقتی میبینید که تو حوزه دی هست، مدلی که باش رفتار میکنین مدل خودشه. اون فرد وقتی که نتیجه گراه هی نمیخواد در مورد روند باش صحبت کنید، اصلا حوصله نداره، میگه نتیجه مثبت باشه. هر چقدر هم بیاید قربون صدقش برید، دلبری کنید، باش صحبت کنید، در واقع بگید من از این مواد متریال استفاده میکنم. یعنی شما برندهای بهترین برند جهان رو هم بیارید، باز مطمئناً اون مخاطب اگر نتیجه نگیره حالش با شما خوب نیستش. حتی تو پست هم همینه. یعنی اگر عموم مشتریاتون دیان که متوجه میشید بعد از اینکه تست ها رو بزنید و در موردش مطالعه کنید، میگید که اگر دیان هی نمیخواد توضیح بدید، نتایج رو میذارید. حالا کسی که تو حوزه آیه DISC، تو حوزه آیه، یعنی چون خود من قطب قویم آیه، الهام بخشن، تاثیرگذارن، عموما رهبرهای خیلی تاثیرگذارین، گرم میگیرن، صمیمیان، خوشخندن، خوش‌ذوقن، برونگران، عموما همدلن، رفیقن، پاین. اینها تو قسمت آیه. خیلی جالب میشه واسه خودتون وقتی شما این تست رو میزنید، میگید چه جالب. یعنی این بر اساس، درسته که هیچ در واقع استانداردی تو اینا وجود نداره که بگیم حتما هر کسی که آی میاد بعد این خصوصیات رو داشته باشه، ولی عموما کسایی که تست رو زدن موافق بودن که شبیهشونه. تو آی
وقتی که شخص میدونید حتی تو خانوادهتون، تو پارتنرتون، اینا رو وقتی متوجه بشید خیلی راحت‌تر باش برخورد میکنید. کسایی که هستن، تو دسته هستن، راحت‌تر میشه باهاشون صحبت کرد. خیلی صمیمیان، زود گرم میگیرن. وقتی میاد تو سالن خیلی راحت رفیق میشی باهاش. 2 دقیقه تایمش هم بالا پایین بشه حالا اونقدر مشکلی نداره، به حرفاتون با دقت گوش میده. اینا خب متوجه میشید که با این دسته از افراد باید چه مدلی برخورد کنید، چه مدلی رفتار کنید. بعدیش اس DISC. تو بعدیش اس. تو دسته اس، کسایی که تو دسته اس هستن صلح طلبن، دموکراتن، صبورن. اینها یک کوچولو نسبت به کم حرفترن، صبورترن، در واقع زیاد اهل رقابت و جنگ و اینا نیستن. اینا در واقع برای دوستی خیلی خوبن، برای همکاری زیاد خوب نیستن کسایی که تو دسته اسن. حالا در مورد روانشناسی پرسونل فردا قرار صحبت کنیم. ولی خب وقتی این فرد اومده حالا چجوری باش برخورد کنیم؟ وقتی میشناسیدش، میدونید که صلح طلبه، زیاد اینا عموما وفادارن. اینا مشتریای وفادار شما. اینا مشتریایی هستن که شما رو به بقیه معرفی میکنن. هم به شما رو به بقیه معرفی میکنه، اما دیگه خیلی بالا پایین میپره. یعنی اسم اینجوری ساکت‌تره، خیلی آدمای مثلا عمیقن، یه گوشه نشسته با لبخند داره به نگاه میکنه. و آخریش سی که خطی‌ها جزئی نگرن، وظیفه شناسن. اینا برای پرسنل خیلی خوبن ولی یه کوچولو خطی‌ان. یعنی بهشون میگی مثلا ادمی میاری. حالا من اینا رو در موردش فردا صحبت میکنم. مثلا تو حوزه همون مشتری صحبت کنی، وقتی بهش میگی رأس ساعت 9 بیاد، دقیقاً ساعت 9 میاد. یعنی 9 و 1 دقیقه نمیاد. شاید هم 8 و 59 دقیقه بیاد ولی 9 و 1 دقیقه 2 دقیقه نمیاد. خب اینها هم خیلی جذاب ولی خیلی خطیه. یعنی اینجوریه که 1 دقیقه از تایمش دیر بشه به تذکر میدونم من 5 دقیقه و 3 ثانیه است که اینجام، کار من زودتر را میاد. اینا یه کوچولو کار کردن باهاشون سخت‌تره قطعاً. یه شوخی میکنی یهو بهشون بر میخوره. خب اینا رو وقتی که میشناسید، ببینید بچه‌ها هر روز مطمئنم بیشتر به این موضوع فکر میکنید که چقدر من داشتم همینجوری یلخی کار میکردم، پس همین بوده که نتیجه نمیداده. تازه یه چیزی بهتون بگم، من 300 تا فاکتور در آوردم، 300 تا فاکتور که هر کسب و کار موفقی، هر شخص موفقی در اون کسب و کار، چه پرسونل، چه درصدی، چه اجاره، چه مدیر سالن، چه مدرس، باید اون 300 تا فاکتور رو داشته باشه. تازه تو این 30 روز ما به 30 تاش اشاره میکنیم. اینه که شخص شاید 1 سال 2 سال طول بکشه به اون موفقیت برسه، اما یهو ببینید پله 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 بوم، پله 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 بوم. اینجا بومبه به خاطر این 300 تا فاکتوری که رو خودش نصب کرده که قطعاً زمان بره، قطعاً نیاز به آموزش‌های متعدد داره، طولانی، کار، تمرین عملی، پشتیبانی، بررسی کردن، اینا رو داره. خب حالا متوجه شدیم که اول از همه بازار هدفمون کیان که دیروز بهش اشاره کردیم. حالا اون بازار هدف رو میایم ریسر میکنیم، باهاشون صحبت میکنیم. مثلا میبینید که 20 نفر از پزشکایی که باهاشون خیلی باشون در ارتباطین در مورد بقیه صحبت میکنن یا نمیکنن. ببینید دارم یه تکنیک مهم بهتون میگم. عموما تو صحبتاشون در مورد این اون صحبت میکنن یا نه. البته که تو همه جمع‌ها استثنا از همه صنایع سری نخاله ها دارن، متاسفانه ما هم داریم تو صنعت خودمون، همه صنعت‌ها دارن کلا کسایی که دنبال حاشیه‌ان. ولی عموم رو در نظر بگیرید. ببین عموم پزشک‌ها تو چه حوزه‌ای صحبت میکنن. حالا عموما پست هایی که پست هایی که دنبال میکنن، پست هایی که واسه شما میفرستن، پیج هایی که فالو میکنن، استوری هایی که میذارن، عموما تو چه حوزه‌ایه. اینجا دستتون میاد از یه بازار هدف 20 نفره، 30 نفره، از یک جامعه 30 نفره، 40 نفره، 50 نفره یادداشت میکنید. عموما اینها در مورد رازهای شخصیشون زیاد صحبت نمیکنن. عموما اینها دنبال مد استایلن یا نیستن. عموما اینها دنبال کافه های گرونن یا نیستن. میگم بازم ما تو خود دسته پزشکان افراد مختلف داریم، اما کلیات رو باید در نظر بگیرید. یه سلاح قوی هم بهتون بگم، همیشه برگه و قلم تو کیفتون باشه یا نوت گوشیتون، همون لحظه نکات رو بنویسید، نکاتی که از اون دسته برداشت میکنید.
اصل اتفاقاتی که برای دانشجوهای شماره که من افتاد این بود که خیلی نزدیک شدن به مشتریاشون. یعنی میدونه درد مشتری کجا، سریع دست میذاره رو دردش، بر راهکار ارائه میده. این از ارتباط زیاد با مشتری‌ها میاد. خیلی باهاشون، با یه تعدادشون که با لولن صمیمی باشید، ازشون دیتا بگیرید، بنویسید و بر اساس اون باهاشون صحبت کنید. عموما شوخ هم، مثلا پزشکای شوخ نیستن. عموما اولویت زندگیشون چیه؟ مثلا ورزشه. وقتی که میفهمین عموما اولویت زندگیشون ورزشه، میاد در مورد پزشکایی صحبت میکنید که میرن باشگاه و موهای سرشون خب وقت نمیکنن بعد از باشگاه دوباره سشوار بکشن و اتو بکشن و صاف کنن. اینجا کراتین رو میاد معرفی میکنید. ببینید چقدر بحث شد به هم. و این مدل از اطلاعاتی که از اون دسته میگیرید و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، حالا روانشناسی مشتری در کلام شما باید جاری باشه از شناختی که از اون دسته پیدا کردید. تو دایرکت چجوری پاسخش رو بدم؟ اصل چالش سالندارها میدونی کجا اتفاق میفته؟ اصل چالش زمانی اتفاق میفته که شما خودتون، من خودم این چالش رو داشتم، خودم خیلی صمیمی و گرم پاسخ میدادم، دردهای داخل دایرکت خودم شخصا پاسخ میدادم. یه سری پشتیبان داشتم چند سال پیش داخل دایرکت، ادمین داشتم داخل دایرکت، خیلی خوش جواب میداد. این موضوع به ما مربوط نیست، این موضوع رو باید آموزش ببینید. میدونید اینجوری رفتار میکرد. بعد میدیدم دایرکت هایی به مرور کم میشه، متوجه شدم این بازار هدف من رو نشناخته. بازار هدف من خیلی باید با حواس جمع باشون رفتار کرد. همشون با لولن، عموما گرونن خانمای صنعت زیبایی. کلمه ملکه رو من انقدر واسه من ارج و قرب دارن، اسم امارت رو گذاشتیم، امارت ملکه، تنها امارت بیوتی کوچینگ در ایران. و مدل رفتار خیلی مهمه. حالا اگر خودتون اوکی جواب میدید، پرسنلتون بد جواب میدن داخل دایرکت، اون شخص 2-3 بار پیام میده بعد دیگه جواب نمیده، یعنی دیگه بعدش ریپلای نمیکنه، تحمل نداره، گاهن هم عموما آنفالو میکنن. 2 داخل کامنت ها حالا چجوری جواب بدیم؟ صمیمی باشیم، قد باشیم، وسطش باشیم، چجوری باشیم؟ با چه استیکرهایی، ایموجی هایی جواب بدیم؟ چه متنی کاراکتر ما باشه؟ تو تماس تلفنی حالا چجوری رفتار کنیم؟ چجوری اول صحبت چی باشه؟ عموما من میگم سلام ملکه گرون، وقتتون بخیر. ممکنه که مثلا اگر من دست با دسته کارآفرین های مثلا کارخونه دار میخواستم صحبت کنم، مثلا میگفتم ملکه، میگفت طرف تو جمع مردا کار کرده، اون خانم میگه ملکه چیه؟ من داداشتم. میدونید؟ با اون دسته بعد با بازاریا بعد مدل خودشون صحبت کرد دیگه. نمیپذیرن، بعد مسخرت میکنن، نپذیرن، نمیپذیرن، مسخرت میکنن، پست میزنن. اما اینور داخل تماس، حالا بر اساس شناختی که از مخاطبتون به وجود، از مشتریاتون دارید، متوجه میشید چه جوری باید باشون رفتار کنید، برخورد کنید. حضوری یک سری از چالش هایی که خب من از نزدیک اینا رو لمس کردم، دیدم با دانشجوی شماره 1، این بوده که من وقتی خانم بخشی رو با تیم آرزیابی و تیم اجرایی امارت فرستادیم برای آرزیابی، متوجه شدیم که اون یکی از بچهای شماره 1 میگفت مربی من همه آموزها رو انجام میدم، خودم پرمشتری ام، بچه‌هام نه، همش از من مشتری میخوام. رفتیم بررسی کردیم، دیدیم که دقیقاً چالش از سازمان بودش. چرا؟ مشکل از مدیره ها اینجا. الان دارم میگم چون مدیر نمیومده باز کنه این مطالب رو، مدیر خودش نمیدونه روانشناسی چی هستن. وقتی شما روانشناسی خودت مشتری ها رو در میاری، حالا کلماتی که وقتی حضوری میان رو متوجه میشه اولش چی بگی، چه جوری رفتار کنی، زمان در واقع پذیرایی چه جوری باشه. حتی اون شخصی که حالش خوب نیست، قصه‌ای داره، غمی داره، اون مشتری که غم داره، تو دوران PMS دعوا شده با همسرش، حالا شاید قسط داره، بدهی داره، هر اتفاقی که افتاده، میتونید باهاش چجوری رفتار کنید، چجوری برخورد کنید. توجه اینجا فرق یک آرایشگر گرون، یک بیزنس وومن گرون و یک فردی که فقط داره پول در میاره، صرفا حالا یه پول موضعی در میاره و بعدش هم از کلا از بازار خارج میشه، اینجا مشخص میشه. شما هر چقدر بتونید قلب مشتری رو لمس کنید،
هی باهاش صحبت کنید، هی درداش رو تسکین بدید، هی آرامش باشید واسش. مثلا تو دسته عروس ها، بذار چند تا مثال بزنم. کسایی که عروس شما، اصل چالششون اگه حتی به شما هم نگن ذوق نشون بدن، اون استرس رو خیلی دارن. من به یکی از بچه‌های شماره گفتم اگه میتونی واسش روانشناس، واسه مجموعه روانشناس بیار. اون تایمی که داره میکاپ میشه قشنگ بشینه باهاش صحبت کنه، آرومش کنه. چقدر قشنگ میشه. مگه میشه تصویر شما از ذهن اون عروس پاک بشه؟ تو روز عروسیش کلی استرس، کلی در واقع هیجان رو یه نفر اومده حل کرده، وظیفه‌ای نداشته ولی اومده حلش کرده. چقدر حس خوب ایجاد میشه. کسایی که میخوان میکرو کنن، کسایی مخصوصا کلینیک ها، این خیلی یه نمونهشه ها. یه سری کلیپ های روتینی قبل هین بعد واسش بفرستید با حرف های آرامش بخش، آرومش کنید. 3 روز بعد از میکرو، بعد از بوتاکس، بعد از تزریق ژل، اون شخص صورت مورتش باد کرده، استرس. شاید باورتون نشه، من خودم برای بلفارو رفتم، صادقانه تا 2-3 روز اول مثلا خودم باورم نمیشد. من خیلی اعتماد به نفسم بالاست، خیلی خودم رو دوست دارم. 1-2 روز اول چون خیلی صورتم باد کرده بود، یه حس بدی به خودم پیدا کرده بودم و با اینکه میدونستم طبیعیه، ولی شاید اون لحظه اگر اون کلینیک دار شاید با یک وایس، با یک، البته که تمام سعیش رو کرد، ولی با یک کلیپ آرامش بخش، با یک وایس آرامش بخش، وایس های من رو داخل دایره گوش دادین، یک آهنگ آرامش بخش زیرشه، با همون وایس اگر به من آرومتر میشدم. اینه ها روانشناسی مشتری. وقتی میشناسیدش بر اساس اون مدلش وقتی باهاش رفتار میکنید، چقدر حس خوب بشید داده میشه. که مثلا فکر کنید شبی که رفته خونه بوتاکس زده و فلان اینا، همه بهش میگن مثلا شید که میزنی لب باد میکنه دیگه، یه ذره غیر طبیعی رنگش. شب میره خونه، همه میخوان باهاش صحبت کنن، این چیه زدی، چرا این شکلی شدی، میرن رو اعصابش. اون شخص هم الان درد داره، خودش هم با چهره جدیدش آشنا نیست، یه حس بدی توش ایجاد میشه. فکر کنید همون شب یه در واقع پیام از سمت شما بیاد، مثلا مریم عزیز میدونم هنوز با چهره جدیدت مریم عزیز میدونم هنوز به چهره جدیدت عادت نکردی و ممکنه از سمت بقیه قضاوت بشی، اما من بهت قول میدم تا 1 هفته آینده یک تصویر زیباتر از تو خلق میشه و کل جهان عاشق تو میشن. تو زیبا بودی و قرار زیباتر بشی و بدون تو کل این 1 هفته من کنارتم. هر جا احساس کردی حالت خوب نیست میتونی به من پیام بدی. جون مربیتون اگر کسی به شما این رو بگه شبی که استرس داری چه حالی بهتون دست میده، فقط دوست دارم اینو بشنوم ازتون. چه احساسی پیدا میکنید اون لحظه؟ حس امنیت، آرامش. قبول دارین تا آخر عمر خاطره خوبی از سمت شما تو ذهن اون شخص ثبت میشه؟ میگن رو ابرا راه میرم، قوت قلب میگیرم، آروم میشم. قبول دارید این رو؟ زنده باشید خانم سمین. مربی کلاس‌های شما چنان پشتیبانی عالی داره که لحظه به لحظه بچه‌ها کنارمون هستن، اخلاق حرفه‌ای کارشون عالیه. قربونتون برم. من خانم حسینی یکی از ژنرال‌های شماره 1 از ذوق خوابم نمیبره، چقدر خوب حالم خوب میشه قطعا. قوت قلب. خب ببینید حالا همه جهان دارن بعد از موجه، بعد از میکرو یه کارت میدن، درسته؟ که برگه میدن، برگه مراقبتی. شما اون آدمی باشید که وایس میدین، شما آدمی باشید یه کلیپ قشنگ واسش تهیه میکنید. بچه‌ها لمس قلب مخاطب به همین سادگی ها دیوونتون میشه. میگه بابا تو اصلا کی هستی؟ تو پولتو گرفتی، وظیفه‌ای نداشتی. 90% اتفاقات، این قبیله‌ای که شایان نژاد خیر ساخته، این عشقی که به شایان نژاد خیر دارن خانواده من،
بابت اینه که من خارج از وظیفم همیشه عمل میکنم. من تو هر کلاس شماره یک سورپرایز دارم، هر سری اتفاق بزرگ واسهشون رقم میذارم، میگم انقدر واسهشون میذارم. خب این اتفاقی شما برای مشتریاتون انجام بدین. مخاطب اون پولی که آفرین و حس خوب این که پول تو هدر ندادی، آفرین. ببینید اون لحظه میگه پولم رو دادم، صورتم باد کرده، اتفاق همه جهان دارم میگن چقدر زشت شدی. یعنی من اومدم خونه بعد از بلفارو، حالا اون عملهایی که انجام داده بودم اصلا یه وضعیتی بود، باد کرده بودم، اگزاجره، همه میگفتن مربی خوب بودی، چرا این کارو کردی. میدونید خب صادقانه تاثیرگذاره دیگه، منم رو تصویرم، پرسونال برندم، خب کلی هم پول داده بودم و فقط اون لحظه به این فکر کردم که من این حس رو دارم که من اینقدر شایان نجات خیر اعتماد نفسش بالاست. ببین دیگه بقیه که یه کوچولو دیدید دیگه، خیلی از متاسفانه با عنوان ما اعتماد نفس پایینی دارن، عزت نفس پایینی دارن. ببین اونا دیگه چه حالی میشن با یه کلیپ، با یه وایس، با یه تماس. مریم جون میدونم الان حالت خوب نیستا. ببین طرف میگه خب این حس باعث میشه که میگه پولم رو دور نریختم، یه هفته گفته فلان. به همین راحتی میتونید قلب مخاطب و مشتریتون رو لمس کنید. مثلا وقتی که شما حتی بدونید مثلا یه سری فرم ها آماده کنید، برای اینکه بپرسید تو دوران PMS هستین، تو دورانی هستید که مثلا الان اوکی نباشین، اگر این رو از مخاطب غیر مستقیم نرید تو جمع بپرسید، یه فرم بهش بدید. وقتی اینو میخونید یه کیسه آب گرم، یک دمنوش آرامش بخش، خب این دیوونه میکنه مخاطب رو. بچه‌ها مشتریاتون عاشقتون میشن. من همیشه این رو میشنوم از خانواده شماره یک، بچهای شماره یک، این جمله به کرات شنیده میشه که مربی کارهایی که شما برای ما کردین، پشتیبانی که شما کردین، حال خوبی که به ما انتقال دادید، پیگیریایی که شما انجام دادید رو خانواده، همسر، پارتنر، رفیق واسه ما انجام ندادن. واسه همینه که من رو زندگیاشون تاثیرگذار بودم. بیزنس یه بخش کوچیکی بود از اتفاقاتی که ما رقم زدیم. همینه. مخاطب حالش باید خوب باشه. مطمئنا اون حال خوب که اتفاق میفته اون شب، حالش بعد از همه جهان یه تسلا، یه در واقع آرامش از سمت شما میگیره و مطمئن باشید بعد از اینکه باد صورتش خوابید و همه چی اوکی شد، به قرآن قسم میبینید این رو. وقتی دوستش رو ببینه میگه ببین رفتم پیش خانم ساناز، اصلا این خانم فرشته است. من اون شب حالم بعد اون پولش هم گرفته بود دیگه، اصلا قرار نبود بهش پول بدم، ولی زنگ زد حال منو پرسید، وایس داد بهم. همین راحتی ساخت مشتری وفادار و هوادار خیلی کار ساده‌ایه. خب پس چی شد؟ متوجه شدیم که روانشناسی مشتری خیلی مهمه. شما بر اساس مدل دیسک، MBTI، آنیاگرام باید اول بفهمید که با هر کسی باید چجوری رفتار کنید و بعدش میشینید مینویسید داخل دایرکتتون، داخل تماس‌ها، تو مراجعین حضوری و چجوری چه جملاتی گفته بشه، چه جوری رفتار بشه. اگر خودتون تکلاینید که هیچی، اونو برای خودتون انجام میدید، ولی مکتوب کنید. سیستم سازی که آخر سر قرار در موردش صحبت کنیم از همین ریز اتفاقات انجام میشه. و اگر پرسنل دارید به پرسنلتون انتقال بدید. حس میکنم برای امروز خوب بود. آخر سر در مورد تمرین هم میخوام صحبت کنم و بعدش هم خانم دکتر غزل بخشی رو چقدر دوست داشتیم بچه‌ها. خوشحالم که میبینید کسایی که با من کار میکنن، مدل من انقدر سعی کردم، خودم رو آدم واقعا با شرفی نمیدونم، سعی کردم که انسان درست و شریفی باشم، سعی میکنم و دقیقاً اتفاقات کسایی که کنار من هستن هم همین مثل همین افراد هستن، مثل همین در واقع مدل رفتار هستن و انقدر حس خوبی دیروز به من دادید که دوباره خانم بخشی بیاد. من تصمیم گرفتم از این به بعد هر روز خانم بخشی رو 10 ساعت 10 دقیقه رو 20 دقیقه نیم ساعت کنار خودمون داشته باشیم. خب خانم بخشی درخواست بدیم. بچه‌هایی که میگن پشتیبان ها هنوز از دیروز جواب ندادن، ببینید حجم پیام ها دیروز خیلی رفت بالا و دیگه چون دیر وقت بود دیگه ساعت بچه‌ها تا ساعت 10:30
یه رو به 11 دیشب رفتن. گفتم که فردا جواب بدن چون دیگه خیلی البته که به مرور که جلوتر بریم سوالاتتون کمتر میشه. نمیشم مربی اگر پیام بدیم به مشتری نمیگه چقدر بیکاری یارش کرد، نه به خدا. بچه‌ها محبت کلا جذابه. هر فرد بد اونوقی رو با محبت میتونی یه لبخند رو لبش بیاری. واقعا پشتیبانی عالی هستم مثل خودتون درجه قربونتون برام. ممنون از آموزش‌های بی‌درقی که انجام میدید. قربون شما عزیز منید. چقدر پیام خوب قربونتون برام. مربی رفتش یه پیام مهم بود رفت. آرامش بخشترین مربی واقعا خیلی دیدم. آرامش بخشترین مربی واقعا خیلی دیدم ازتون. قربونتون خانم سجادی. خب این چند روز خیلی حالم خوب شده. الهی شکر. چقدر خوشحالم که در مورد دو تا موضوع در مورد قرعه کشی که انجام باید میدادیم دیروز که ببخشید من یادم رفت میخوام صحبت کنم و تمرین امروز که خیلی مهمه. بمونید 10 دقیقه دیگه. سلام علیکم. سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم شما و دانش‌پذیر همگی خوب باشید. خدا قوت مربی عزیز. مرسی از آموزشاتون. قربون شما. خانم بخشی جانم. آقا من دیروز حسادت کردم دیگه، اینقدر از شما تعریف کردم. به من لطف دارن. خدا رو شکر خوشحالم که تونستم وظیفه‌مو خوب عمل بکنم. موجب رضایت شده برای دوستان. عزیزین خانم بخشی من دوباره اطلاعات ازشون بدم. ایشون بیوتی کوچ درون سازمانی هستن. 15 سال سابقه فعالیت در قلب سالن ها کنار رهبران بزرگ سالن های زیبایی رو دارن و افتخار رو به من دادن که یه مدتیه که تو امارت هستن حضور دارن به عنوان قائم مقام من و یه جورایی من همیشه میگم ایشون فرشته نگهبان من هستن. یک خواهر، یک در واقع فرد بسیار آرامش بخش و کسی که تونسته رهبرهای بزرگ رو به یه جایگاهی برسونه. آدم کمی نیست، آدم کوچیک نیست و قطعا من هر کسی که میبینید کنار شایان نجات خیر هست قطعا از 1000 تا فیلتر رد شده و تمام خط قرمزهای من رو داره و خیلی خوشحالم که هستید خانم بخشید. مرسی از اینکه شما اجازه دادید من با افتخار در کنارتون باشم. باعث افتخار منه. همین صحبت‌های شیرین و قشنگ شما هست که حال منو خوب میکنه همیشه. ممنون از کامنت‌های پر انرژی دوستان. من از اینکه کنار آدم بزرگ از لحاظ منش و شخصیت و جایگاه، حتی شاید توی مقام پایین‌تر از شخصیتتون قرار گرفتم، واقعا خیلی بابتش برای خودم خوشحالم. امیدوارم که بتونم اون وظیفه رو که در قبال امارت و بچه‌ها، مخاطبات، دوستانی که توی لایو هستن به درستی انجام بدم. خیلی عالی عزیزین. خانم بخشی با حفظ سمت‌ها مدیر بخش دپارتمان کوچینگ مدیران هم هستن. خب خانم بخشی در رابطه با همین موضوعی که ما صحبت کردیم میخوام هر روز در مورد موضوعی که ما صحبت میکنیم ربطش بدین به اطلاعاتتون و تجربتون از قلب سالن ها، چون میدونم با چند هزار تا از سالن ها تو این 15 سال که کار کردیم قطعا اطلاعاتی دارید که میتونه تکمیل کنه علم رو به علاوه تجربه شما. در مورد شناخت صحبت کنیم. بله چشم. اینکه توی زمینه فعالیت‌های میدانیمون بخوایم بحث روانشناسی که فوق‌العاده بحث مهمی توی صنعت زیبایی هست بپردازیم، باید هر دو بخش رو بررسی کنیم. روانشناسی که بین مدیران و پرسنل اتفاق میفته و روانشناسی که بین مدیر و پرسنل و گروه بزرگ مشتریان پیش میاد. اون تستایی که شما توی اول آموزش امروزتون فرمودین بابت این هستش که شما دقیقاً خیلی خوب به یک نکته خیلی کلیدی اشاره کردین. اون روانشناسی یا اون تست ها میخواد کمک بکنه که من خودم رو بهتر بشناسم که به چی برسم، نقطه ضعف های شخصیتی و عاطفی روحی خودم رو در بیارم و از
طرفی هم نقاط قوت خودم رو پیدا بکنم. حالا ببینم این نقاط ضعف و قوت چجوری باید احیا بشن، چجوری باید تغییر پیدا بکنن در راستای اینکه کمک بکنن توی بیزینسم کارم رو خیلی درست‌تر پیش ببرم، روابط بین فردیم رو اصلاح بکنم و باعث توسعه و رشد فردی خود من بشه. حالا ما توی سالن‌های زیبایی این بحث رو خیلی زیاد داریم. من همیشه به دوستان این رو میگم، اینکه من مثل گذشته، حتی اگر خانمایی که نوپا هستن بخوان از گذشته، از تجربیات آرایشگران قدیم، یا خودشون الان فردی هستش که 10 سال سالن داره و بخواد از تجربه این همه سالش استفاده بکنه، همینجا یه استوب باید بزنه. الان که تمام مخاطب‌های ما، حالا مخاطب ما ممکنه مدیر باشه، همکار من باشه، کارمند و پرسنل باشه، یا مشتریان ما باشن، همه این افراد در حال این هستن که بخوان توی این بازار رقابتی که نه فقط هم توی حوزه کار، توی روابط بین فردیشون دلشون میخواد مدام خودشون رو آپدیت بکنن، فرد بهتری بشن، خب قطعا سطح سواد و آگاهی تمام مخاطب‌ها و اطرافیان ما و محیط پیرامون ما در حال بهبود و افزایش هستش. خب ما به این احتیاج داریم توی زمینه روانشناسی و رفتارشناسی شده به صورت بیسیک و مقدماتی حداقل آگاهی رو داشته باشیم که بدونیم حالا بر اساس این تستایی که زدم و شناختی که از خودم پیدا کردم و این آگاهی که به من وارد شده چجوری اینها رو تلفیق بکنم که بخواد در نهایت من رو یک فرد مؤثرتر بکنه توی تمام روابط ها. خیلی عالی، خیلی عالی. ممنون از اطلاعات گرونتون. بچه‌هایی که میپرسن پیج خانم بخشی کدوم پیجه، این بالا این فرش رو بزنید، پیج خانم بخشی هست که به دور از حواشی که دیدین دوستان به جای که بگن این بده اون بده، مدرسین اینجوری هم مدرسین اینجوری، من به خانم بخشی گفتم خانم بخشی به فکر ویو نباش، تو اون پیج فقط خدمت کن، فقط از صفر مطلق. کسی که میخواد سالن بزنه، کسی که سالن زده نمیتونه پرسنل جذب کنه، کسی که سالن زده پرسنل جذب کرده ولی نمیتونه مدیریت کنه، کسی که مدیریت هم بلده نمیتونه رهبری کنه، و در نهایت کسی که نمیتونه فرانچایز کنه. این رو آموزش بده، دست بندازیم به اون، دست بندازیم به اینو مسخره کنیم، به این گیر بدیم. دیدین دیگه؟ بله خود کاملا. تیم ما کلا از حاشیه به دوره، کل تیم ما از حاشیه به دوره، هر چی هم میشنویم از این گوش میاد از این گوش در میره. قصد من خانم بخشی و کل تیم امارات فقط خدمته و این رو هم ثابت کردم. رو پیج بالا بزنید، وارد پیجشون بشید، از پایین میبینید نکته به نکته قشنگ به دور از حواشی و بحث فالوور گرفتن و اینا فقط آموزش دادیم و خیلی میتونه کمکتون. و اتفاقا در ادامه صحبت مربی جان دلم میخواد این رو به دوستان بگم که از قضا خود بنده خیلی توی محیط اینستاگرام واقعیتش فعال نبودم و این پیجی رو که الان در واقع دارن معرفی میکنن مربی جان بهتون، دلم میخواد بدونید فقط برای خدمت بوده. یعنی ما واقعا علت راه اندازی این پیجمون برای این بوده که اون چیزی رو که توی تجربه های این چند سالمون، توی فعالیت های میدانیمون داخل خود سالن های زیبایی و بر اساس اون تئوریک و آکادمیک آموزش هایی که به دست آوردیم، دلمون میخواد این خدمت رو با هم تطبیق کنیم و به واسطه همین پیج به شما تقدیم بکنیم. ان شاءالله که براتون مفید باشه نکته‌ای که توش مطرح میکنیم. خیلی عالی. خانم بخشی دیروز من یادم رفت بچه‌ها قرعه کشی از بین کامنت هایی که گفته بودم بذارید رو انجام دادم. برنده خانم کالر بای مهسا شدم که اگر تو لایف هستن داخل دایرکت پیام بدن باشه. آره دسترسی دوره 8 بهشون داده بشه. تکمیل ترین دوره در جهانه، یعنی ما دوره‌ای نداریم که اینقدر ریز به ریز جزئیات هر لاین رو بررسی کرده باشه و ایده از مشتری بده که 15 میلیونه. نوش جونتون. و تمرین امروز در رابطه با بحث روانشناسیه که مکتوب سازی دایرکت و تماس و پیام و مراجعین حضوریه که داخل دایرکت اگر عدد 104 داخل دایرکت، بچه‌ها من پست‌ها رو سیو میکنم، کامنت میذارید، کامنت نذارید، داخل دایرکت عدد 104 رو بفرستید. هر روز یه عددی دیگه 104 105 106 104 رو بفرستید. تمرین امروز میاد، لینک پشتیبانی میاد بچه‌ها. با عشق 1 ماه قراره همکارای امارات کنارتون باشن و این اتفاق برای اولین بار داره تو صنعت زیبایی میفته. کسی که ادعای خدمت میکنه بعد نشون بده دیگه. اینم با عشق تقدیمتون. امیدوارم ذره از محبت هایی که تو این
5-6 سال به من و تیم امارات داشتی جبران میشه. عاشقتونم. فردا دوباره رأس ساعت 9 بیشتر در مورد روانشناسی پرسنل و روابط درون سازمانی قرار صحبت کنیم. دوستتون دارم. فعلا خانم بخشی خداحافظی کنید. با آرزوی موفقیت، روز خوبی داشته باشین عزیزم.